الله زهرا خانم خوش آمدی. بفرمایید. عشق من، هم دوست داشتم هم دوست دارم. ای کاش که عاشق ز معشوق طلب جان می کرد، تا که هر بی سر و پای نشود یار کسی. من عباس اعتماد فینی، فرزند استاد احمد اعتماد. استاد احمد اعتماد ابوی بنده با دختر عموی خودش ازدواج میکنه. بعد از 1 سال یا 6 ماه خداوند یه فرزند بهشون میده و پدر خانمش فوت میکنه. خب خرج خانواده اصولا میفته گردن بابای من. بنایی هم در سال 4 ماه یا 5 ماه بیشتر رایج نبود در فصل تابستون و هوا گرم. زمستون همه کس بیکار بود، حتی کشاورزا. اینا تو کوچه که نشسته بودن با دوستاش با رفقاش صحبت میکنن که در سیلک کاشان یه فرنگی اومده اونجا داره کار میکنه. پدر من از دایی مادرش، دایی خانمش میپرسه که دایی این فرنگی اینجا دنبال چی میگرده که اینطور هی میاد کلاه به زمین میزنده میره. میگه چه کار داری؟ خلاصه جنگ لفظی بین این دوتا شروع میشه. گریشمن از دور شاهد و ناظر این قضیه بوده. یاد جوانی میفته اینو، یاد این که مادر من با مادر شما نشستن با هم دیگه صحبت کردن. من تو رو گیر انداختن. پدر من بهش میگه که شما اینجا دنبال چه میگردی؟ آقای گریشمن میگه که من دنبال یه دیوار خشتی میگردم. پدر میگه من بر دیوار رو میدونستم کجاست، ولی 20 سانت خاک مخصوصا روی دیوار جا گذاشتم و طول دیوار را به اندازه 1 متر عرض کندم رفتم پایین. 1 مترم پایین رفتم، بعدن با کلنگ زدم بر این خاک دستی. خاک دستی یک دفعه سرازیر شد به طرف گودی و این رچهای خشتا به طور وضوح پیدا شد. الحمدلله بچه‌مونم که شوهر کرد و دامادمونم بچه خوبیه. بالاخره زندگیه. نوام که دورم گرفتن. نوام دورمون گرفتن، بازم شکر خدا الحمدلله. گفت که گریشمن از خوشحالی و از نشاطی که بهش دست داد رنگش قرمز شد و خیلی خوشحال شد و صدای همه مهندساش کرد و صدای اون آقای مشکات کرد و گفت آره ما چند وقت اینجا دنبال یه همچی کاری میگردیم. ایشون تو فاصله 1 ساعت به ما نشون داد شما به استاد احمد بگو که از حالا شما سرپرستی کارگاه ها رو به عهده دارید. حاصل این همکاری ورود من به هیئت شد. وقتی که رفتیم چوش، خب من تو دامن خانواده‌ام بزرگ شده بودم و با مهر و محبت بزرگ شده بودم. اونجا که رفتم یک اتاق کاهگلی 2 متر عرض و 6 متر طول به ما دادن، با یه پنجره داشت. ما توی این اتاق زندگی رو شروع کردیم. روزان بایستی برم سر کار، بیل و کلنگ و اینا رو کول کنم برم سر کار. رفتیم اونجا. بعد از مدتی خانم گریشمن به آقای گریشمن گفته بود که عباس که من باشم بیاد تو خونه کمک ما کنه. ماه 2 یا 3 بود که صدا من کرد عباس شما بیا تو آشپزخونه کمک من کن. ما رفتیم تو آشپزخونه کمک خانم بکنیم. گفت من فردا مهمان دارم،
میخوام شیرینی بپزم، کیک بپزم، بیا تو آشپزخونه کن. ما رفتیم کمکی کنیم، دیدیم که توی شراب ها، توی این کیک هایی که میپزه شراب کهنه میریزه که به اصطلاح به حساب خودشون یه منتی سر مهمونا میذاره. یکی از این شیرینی ها چسبید به ته قابلمه و این شیرینی رو به ما داد. مانم خب اون روز تو یک خانواده مذهبی به دنیا اومده بودیم و فکر ما فکر مذهبی بود. گفتیم اگر شراب رو بخوریم کلید جهنم رو برای خودمون گرفتیم. گفتیم ما نمیخوایم. ما در هر صورت خانم زیر نظر داشتیم که ایشون متوجه نشد و ما این شیرینی رو انداختیم تو سطل آشغالی. حالا غافل از این که خانم ما رو زیر نظر دارد، گفت که فلانی تو چرا شیرینی من دور انداختی؟ گفتم دلیلش این بود که من شراب نمیخورم، نمیخوام. گفت شراب نجسه؟ گفت پس من هم نجسم. گفتم دیگه حالا هرچی بود من این کار کردم. در هر صورت عذر ما رو خواست. ما رفتیم سر کارگاه ها مشغول کار شدیم. ایشون قبل از انقلاب در شوش دانیال با گروهی از باستانشناسای فرانسوی و ایرانی در شوش دانیال مشغول به کار شده بودند که وقتی انقلاب میشه ایشون دست از کار میکشد و میاد وارد بازار میشه. با دایما شریک شدن تو مغازه لباس فروشی. بعد از اون سری طرز فکرهای با هم داشتن، با هم نساختن مغازه رو، دیوارشو یه دیوار وسط مغازه گذاشته نصف کردن. یکی از کارگرها یه مجسمه سفالین در آورد. این مجسمه رو من نذاشتم به گریشمن بده، ازش گرفتم و اونجا یه خمره آبی بود. این خمره آبو که کارگرها آب میخوردن ته لیوانشون رو میریختن دور. این خاک اطراف کوزه خاک رست خیلی سفتی بود. ما این مجسمه که پیدا شده بود از این گل رست یه قالب گرفتیم، اونو گچ ریختیم توشونو، یه مجسمه عین خود همون منتها از ما گچی بود، اون سفال پخته بود. اینو دادیم به آقای گریشمن. آقای گریشمن خیلی ناراحت شد که من تو این سن و سال این کار کردم برای این. گفتم حالا دیگه من کردم این کارو. شب دنبال ما فرستاد و گفت شما نباید این کارو بکنی، این کار خانم هست، خانم باید این کارا رو بکنید. در هر صورت زندگی ما برقش عوض شد، یعنی به طور کلی از خونه در اومدیم رفتیم رو کارگاه ها و مسئولیت کارگاه ها رو به ما دادن. یه وقتی آقای اعتماد میمد تو این کاروانسرای قدیمی ها، یه جایی مثل همین کاروانسرایی که هستش یا آب انبارا، مدت ها به سقف خیره میشد که میگفتن فلان چیزی تو سقف دیده که یه مش آجر کنه و اینا، و چیزایی که من میدونم شما ندیدید و نمیدونید چی هستش. شخصیتش متمایز از کارهای معمول مردم بودش و برای همین خاطرم مغازه‌شو فروخت. نمیتونه زندگی کنه با این طرز فکر و عموم مردم. در سال سوم مسافرت ما به خوزستان رفتیم در معبد چغازنبیل کار بکنیم. چغازنبیل اصولا ما مدیون مهندسین شرکت نفت آبادان هستیم، برای که اونا تو بررسی های هواییشون برمیخورن به یک برآمدگی خیلی بزرگ تو دشت
روز بعد به وسیله ماشینا میان اونجا و یک تیکه آجر نوشته پیدا میکنن، میبرن در شوش میدن به موسیو دومکنم که قبل از آقای گریشمن بوده. اون خطشناسشون میخونه، میگه که اینجا یک معبدی بوده برای ایلامی ها. ولی گریشمن واقعا با او پشتکار عجیبی که داشت اون کار را ادامه داد. شما که از روش بدید میاد، منم با خورمالو روی زدم. خیلی خوب. حالا در هر صورت حالا خب خیار بی نمک هم خیلی خورد باشه، بی نمک باشه. نمک برات خوبه که بخوری؟ من با نمک شامم خورم. جو کنم متشکرم. تاقش هم با قیر زده بودن، یعنی آجراشو با قیر، آجر 25 کیلویی و 30 کیلویی رو اینقدر قشنگ تاق زده بودن که واقعا با قلم بایستی نقاشیش کرد، اینقدر قشنگ بود. ولی با قیر بود. مثلا اون روز هم در 3000 خورده سال پیش اینا قیر رو از مسجد سلیمان می آوردن اونجا کار میکردن و راه آباشون و یه تصفیه خونه آبی که واقعا در دنیا منحصر به فرده، این تصفیه آبم در چغازنبیل پیدا شد. اینقدر ذکاوتش در حد بالایی بود که زبان فرانسوی رو پیش فرانسوی ها بلد میشه. Ici, il y a une bassin de l'eau qui coule. Les gens, quand arrivent ici, il a des bouches d'argent. Il achète à la trou là-bas. Si entre la trou, il a la bonne chance. ایشون وقتی که تو بازار مدتی که بود، اکثر توریستای خارجی حالا لیدر دنبالشون نبود، مترجم دنبالش نبود، خیلی هم اصلا مونده بودن کار کنن. ایشون دنبال اینا می اومد و جای مختلف بازار که میراثی است برد نشونشون، مغازه‌ش ول میکرد تا آخر بازار میرفت برای اینا صحبت میکرد، توضیح میداد. Alors il y a beaucoup de arbres ici. Il a 400 années. Il y a des grandes... Certains ont 400 Oui, ans. 400 ans. D'accord. Oui. Nous avons Mais- regardé tout à l'heure et il y avait une centaine d'années. Oui, oui. Alors, il y a une neige. Il y a 3 ou 4 années, il y a une neige qu'il a abîmé la moitié de tous les arbres. Ils sont en train de planter de nouveaux arbres partout. یک روز کارگری صدا کرد، آقای اعتماد بیا اینجا یک آجر لعابی پیدا شده. ما رفتیم اونجا تمیز کردیم، دیدیم که نه، این زیرسازی یک مجسمه هست، چون لعابی بود و اینها. بعداً خاکا رو پس کردیم، مجسمه گاو پیدا شد که روی گردش 5 تا 6 تا خط میخی نوشته شده بود. گاو آوردیم در شوش دانیال و خانم گریشمن مشغول مرمتش شد. من همچون پدرم بنا بود و همیشه در قالب گیری من بهش کمک میکردم، منم عشق و علاقه داشتم به امر مرمت. منتها مرمت اشیاء باستانی رو تا حالا نکرده بودم. یه مدتی با خانم گریشمن روی همون گاوی که در چغازنبیل پیدا کردیم ما
کار کردیم. من هم براش گچ می ساختم و هم دورشو تمیز می کردم اینها، تا یک روز مهمان گرفتش. مهمان که گرفت گفت به من عباس این دستگاه رو تمیز کن، یک پرده بکش روی مجسمه، دیگه فردا باش. خانم رفت و ما هم عشقمون کشید که مثل خانم کار کنیم. برداشتیم یک ظرف گچی رو ساختیم و همون کاری که اون انجام میداد ما انجام دادیم و بالاخره رفتیم. روز بعد که اومد ما چیزو برداشتیم، اون پرده رو از رو مجسمه برداشتیم، دید ما یه مقدار دستکاری کردیم تو این کار. در مرحله اول بی اندازه ناراحت شد که حتی داد و بیداد و اینا چرا دست زدی به کار من. خلاصه گذشت. شب ما رو صدا کردن و زن شوهر خانم تانیا و آقای گریشمن ما رو در دفترش احضار کردن و یه مقداری خانم به ما عتاب و ذهاب کرد و یه مقداری داد زد و آقای گریشمن هم همینطور. اینا گفتم من دوست دارم مرمت کاری رو، پیش شما نباشه پیش هر که باشه من یاد میگیرم. خلاصه دید که نه ما خیلی مصر هستیم تو این کار، گفت خیلی خوب شما از این به بعد بیا پلو دست خانم کمکشم بکن. آقای اعتماد بعد از مدتی که تو بازار بودن، با اینکه تو کاسبیش خب فعالیتی داشتن ولی بازم نتونست دوام بیاره و باستان شناسی رو دوره ارجعیت داد. یه هیئت جدید باستان شناسی که برای تپه‌های سیلگ و حفاری‌های جدید اومده بودن از ایشون دعوت کردن. خب یادم خبره سابقه دار ازش دعوت کردن که به اینجا. تو صحبتاش معلوم میشه که یه آرزوی داشت، به آرزوش رسید انگار. آقای گریشمن خب بازنشسته شدن و ایران رو ترک کردند و رفتند و به جای آقای دکتر گریشمن یک آقای دیگه اومد به نام پروفسور ژان پرو. کارش رو از آپادانای شوش شروع کرد. کار آپادانای شوش و حفارهای قبلی مثل دیولافوا و خانمش اینا حفاری های تجاری میکردن، حفاری هاشون علمی نبود، دنبال این بودن که یه چیزی رو به دست بیارن و ببرن. دیولافوا مثلا تمام دیوارهایی که با آجر لعابدار اون موقع ساخته شده بود آجراشو جمع کرد برد. اهم از حیوانات به اصطلاح انسانی و حیوانی و سربازان جاوید، همه اینا رو خانم دیولافوا به صورت تجاری از ایران خارج کرد برد. من اینجوری بیشتر دوست دارم چون پوستش آفتاب بیشتری خورده، انرژی بیشتری داره. ما اینجوری دوست دارم. جمع باشه ما دیگه جوان نمیشیم. خب حالا جوان نشدیم بهتمونه دیگه. ولی آقای ژان پرو دیگه چیزی نبود که خواسته باشد دنبال روش باشد، فقط میخواست بدونه که کاخ به چه صورت ساخته شده. خب یکی دو تا از دیوارا رو پیش و برداشت رفت تا آخرین درجه 10 متر 8 متر. تمام کاخ به این بزرگی رو پیریزی هایی که کرده بودن مثلا
2 متر و نیم 3 متر عرض دیوار، اینو خاک برداری کرده بودن تا 10 متر 8 متر رفته بودن پایین. از اونجا با شنهای درشت پر کرده بودن که به اصطلاح فونداسیونش باشه و روی اینو بنا کرده بودن. ستونهای به این سنگینی رو روی این شنا کار گذاشته بودن که وقتی فشار بهش میاره این فشار تو شنها پخش بشه. اینا از نظر تکنیکی خیلی واقعا اهمیت داره. خب و کتابش هم شما دیدید که واقعا یک کتابی نوشته در مورد کاخ آپادانای شوش که بی‌نظیر این کتاب. همون فینی که ساکن هستن یک کتابخونه شخصی با هزینه خودش، چون که خیلی کتاب تو خونه خودش داشت، یک کتابخونه عمومی درست کرد و یه استقبال خوبی هم میگفتیم تو که میگفت همسایه و محله از این کردن. این کتابخونه رو هبه کرده به مردم. البته تو کشفیاتی که در آپادانای شوش انجام شد، یکی مجسمه داریوش بود که سر کار خانم دکتر مونیکروان مجسمه پیدا شد و 2 تا سنگ زیربنای کاخ داریوش که این 2 تا سنگ یکیش به طور تصادفی پیدا شد. وقتی پیدا شد ما خبر دادیم آقای ژان پرو آمدن اونجا و از سنگ عکس برداری و نقشه برداری کردن و ارتفاعات و کجا همه سنجیدن و رفتن. من نمیدونم چجور بهم الهام شده بود که سنگ دومی هم در اینجا وجود داره. شب در رئونیون یا در گرد همایی که همه با هم داشتیم، من به آقای ژان پرو گفتم من فردا سنگ دوم به شما خواهم داد. داشتم آلبوم رو نگاه میکردم، یاد گذشته های شوش افتادم که از شوش نگو. خب دیگه حالا بالاخره منو یاد شوش هم ننداز که دیگه اون هم یه خاطره در زندگی انسان، بالاخره هر زندگی دیگه 10 سال اون همه خاطره پسی بلندی رو داره اینقدر و زجر و تنهایی و خب همون زجر تنهایی شما تنها نبود با ما رو و همه چیزا به سر بود. ببین تلاش منم آفتاب خوردن ها و از توده های خاک و باد و فلان اینا خب منم سختی زیاد کشیدم. از خدا رحمت کنه حاج احمدم، اونم که همش رو میترسونده. شما رو میترسون؟ از چی میترسون؟ میگفت که اینجا از ما بهترون داره، اینجا نمیدونم چی داره. گفتم تو هر چی میخوای بگو، من نمیترسم. روزی دیگه اومدیم همون جایی که حدس میزدیم این سنگ دوم وجود داره، من یک آجر فقط بلند کردم دیدم زیر شن نرمه. بعد از شن نرم دیدم پوست چلتوک ریختن، پوست چلتوکی که رو سنگ ریخته بودن که به اصطلاح ضربه نبینه. بلند کردم دیدم سنگ اونجا هست. وقتی خبر دادم به ژان پرو، باور بفرمایید اینطور با اشتیاق میدوید که سنگ را ببینه. 2 دفعه تراب زمین خورد. 2 دفعه تراب زمین. وقتی که رسید به منو بغل کرد، گفت تو ان آرتیست. به زبان فرانسه به من گفت تو ان آرتیست،
تو یک نمونه هستی، تو یک برجسته هستی. واقعا ایشون به کارش خیلی مسلط بود و دوست داشت. چرا؟ چون که بازار رو ول کرد، در او چیز زمانیش ول کرد و رفتش که انگار بگیر که تو بازار نبوده، فراموش کردش انگار. سالی که انقلاب گفتگوی شروعش شد، خانم به ما ایراد گرفت که من دیگه تو شوش نمیخوام زندگی کنم، میخوام برم خونه. ما هم مجبور شدیم با آقای پرو در میان گذاشتیم. آقای پرو خیلی عصبانی شد با من وقتی که دید من مصر هستم برای رفتن. با یک حالت عصبانیت در اتاق به هم زد و این جمله رو گفت: لا سیمینتیر ای پلان د ژان امپورتان، یعنی قبرستان همش از انسانهای منحصر به فرد درست شده. من خیلی ناراحت شدم از این جمله‌ای که آورد. میخواستم برم تو دفترش باش گلاویز بشم. یه منشی داشت، منشیش هلندی بود، یه خانمی بود خیلی وجیهه و خیلی قد بلند. گفت من یه چیز بگم بعداً میخوای بری پلوش برو. این جمله رو کسانی به کار میبرن که طرف مقابل خیلی دوست دارن و میخوان ترکش نکنن. این جمله رو اون موقع به کار میبرن. دیگه منو از عصبانیت بیرون آورد و این شد که من سراغ آقای پرو نرفتم و انقلابی شروع شد و با پیشنهاد خانم خداحافظی کردیم با هیئت فرانسوی ها و آمدیم در کاشان. زندگی هم مثل بافتن یه قالیه. البته نقش قالی رو ما تعیین نمی کنیم، کسی دیگه تعیین کرده. ما فقط در بین بافنده هستیم. بایستی طوری رفتار کنیم، طوری زندگی کنیم که آخر کار قالی زندگیمون رو بخرن، نه اینکه نخرن. این خمره رو که ملاحظه می‌فرمایید در 500 متری جنوب تپه جنوبی پیدا شد، تو خانه شخصی یه نفر که چاه میکند. همینطور که به عمق 3 متری رسید این کوزه پیدا شد. توی این خمره 2 تا جسد از بچه یا بزرگ توی خمره دفن بوده که نصفش هم توسط اون کلهیداری که چاه میکنده اونجا خراب شد. این خمره رو مشغول مرمتش شدیم و الان که شما ملاحظه میفرمایید به این صورت در آمده. و اما چرا توی خمره مثلا جسد خاک میکردن؟ چون باز برمیگرده به اعتقادات جامعه اون روز، چون اشکانی ها خاک را مقدس میدونستن، نمیخواستن که خاک با بدن انسان آلوده بشه. وقتی یک نفر میمرده میذاشتنش بیرون از شهر روی یک بلندی
تایی کاملا به صورت اسکلت که در می اومده می آوردن تو خمره خاک میکردن و خمره هم بین خودشون تو خونه خودشون خاک میکردن که اون مرده در جمع خودشو برای همیشه بار میگرد. خب پاشو بریم، شما پاشو بریم دیگه. کدوم خیلی بریم؟ هم سرد شد، بریم نهار بخوریم، گرسنمونه. پاشو بیا دیگه. کار نجاری خوشگلم میدید خیلی بهش علاقه داشت. کار مثلا آهنگری خوشگلم میدید بهش علاقه داشت و میفهمید که چه کاری کرده. نیم خمره ای رو که اینجا میبینید واقعا یکی از شاهکارهای هنری سیرکه که این کوزه بسیار زیبا و ظریف ساخته شده و بسیار زیبا نقاشی شده. خیلی گذرا از کنار یه چیز رد میشن ولی ایشون چیز هنری ها رو خیلی بهش علاقه نشون میداد و میفهمید اینا چه کار هنری چی هستش. این زمانی که پیدا شد بیشتر از 15 تا 16 تا تیکه بود. واقعا آدم هنر دوستی بود. با این تمدن گذشتمون، به این فرهنگ گذشتمون، به این صنعت گذشتمون افتخار میکنم و ما همه اطفال این دبستانیم، بچه خاک پاک ایران.